در یک زمان یک مرد فرزند می‌بیند، فرزند پسر، و پسرش عبدالله نام می‌گذارد. وقت می‌گذرد و صاحب فرزند دوم می‌شود. و فرزند دوم نیز عبدالله نام می‌گذارد. فرزند سیوم و فرزند سیوم از آنها کم نباشد گویان با اون نام عبدالله می‌گذارد. سه پسر نام هر سه آنها عبدالله. پدر و مادر به هر سه پسران در حقیقت تربیه زیبا می‌دهند. تربیه‌ای که بی‌مثل در فهم و فراست و ادراک به آنها بی‌مثل تربیه می‌دهند. در حقیقت صاحب خلق و اطوار می‌شوند که دیگران هوس می‌کردند. وقتها گذشتند، ساعتها گذشتند. وقتی وفات پدر نزدیک شد. پدر در وقت سکرات مرگ سخن می‌کرد. سخنان آن ناپرره و به زور می‌برآمدند. عبدالله میراث می‌گیرد، عبدالله میراث نمی‌گیرد، عبدالله میراث می‌گیرد. این سه کلمه را میگوید و جانش از بدنش جدا می‌شود. عبدالله میراث می‌گیرد، عبدالله میراث نمی‌گیرد، عبدالله میراث می‌گیرد. همه حیران بود. پسران پدر را پس از کفن کردن، برکه دفن را ادا کردن، همه مراسم‌های عزاداری را به اتمام رسانیده، بالای این سخنان مبهم ملاحظه کرده درک کرده نتوانستند. چرا پدرمان به دو پسر میراث میرسد و به یک پسر میراث دادن نشدن را تأکید نمودند؟ کدام از ما از میراث ماسوا هستیم؟ کدام از سه عبدالله کدام میراث نمیگیرد؟ همه حیران. آنها فکر کرده به یک خلاصه آمدند. این مسئله را به حکم قاضی حواله میکنیم. به نزد قاضی میرویم. در همان زمان قاضی از همه دانشمند را جستجو نمودند. نظر کنند در مدینه از روی علم با سویه یک قاضی بوده است. هر سه برادران به راه برآمدند. معلوم که ملک عرب از بیابان و صحراها عبارت می باشد. نقلیات صحرا آن وقتها اساساً شتر بود. وقتی سه برادر در راه می رفتند با یک مسافر روبرو شدند. آن مسافر از یک طرف به یک طرف آواره بود. از حالش نمودار بود که چیزی را جستجو داشت. به نزد برادران آمده: ای برادر، مبادا شتری مرا ندیدید؟ پرسید. سه برادران: نه، با یگان شتر را ندیدیم گویان راه را دوام دادند. پس از 2 قدم گذاشتن عبدالله کلانی به مسافر نگریسته میگوید که ای برادر، مبادا یک چشم شتر تو کور نبود؟ مسافر میگوید که در حقیقت چشم شتر من کور بود. این خیل باشد من ندیدم. مسافر در حیران: اگر شتر مرا ندیده باشی صفت آن را کور بودن چشمان آن را از کجا فهمیدی؟ شترتان را ندیدم خلاص. عبدالله دوم میانه میگوید: ای برادر، مبادا یک پای شتر تو لنگ نبود؟ در حقیقت لنگ بود. این را از کجا میدانی؟ نه، شترتان را ندیدم. عبدالله سیوم به مسافر نگریسته: مبادا شترتان بدون بود؟ در حقیقت دم نداشت. این طور باشد شترتان را ندیدم. مسافر حیران: این سه برادران شتر را ندیده باشند، آن خصلت و صفت شتر را از کجا میدانسته باشند؟ مسافر میگوید: هر سه شما شتر مرا دزدیده اید. اکنون حاضر راست به نزد قاضی میرویم. با کاری کرده اتان جواب میدهید. سه برادران
و مسافر با تبسم نگریسته میگویند که بتونیز خودی ما به نزد قاضی راهسپار بودیم. برای درک یک مسئله به نزد قاضی روانه بودیم. بیا با ما همراه شو. همه اشان به نزد همان قاضی رفتند. آن مسافر به قاضی شکایت کرد: ای جناب قاضی، شکایت دارم. این سه برادران شتر مرا دزدیدند. قاضی میپرسد: شما در حقیقت شتر این شخص را دزدیدید؟ سه برادران میگوید: نه، ندزدیدیم. از مسافر میپرسد: تو در کدام اساس و دلیل آنها را عیبدار کرده ای؟ اگر اینها دزد نباشند صفت شتر مرا از کجا میدانند؟ شتر من کور بود، برادر کلانی کور بودن آن را گفت. شترم لنگ بود، برادر دوم لنگ بودن آن را گفت. شتر من بدون بود، خوردیش دم نداشتن آن را تأکید نمود. با این شما چی میگویید؟ به قاضی نیز شبهه پیدا شد. از آنها یک یک پرسید. اول از پسر کلانی پرسید. عبدالله کلانی را دعوت نموده سوال داد: شتر را ندیدی؟ نه، ندیدم. پس از کجا میدانی چشم شتر کور بود؟ در همین جا در فهم و فراست بی‌مثل بودنشان را آنها به همه معین نمودند. عبدالله کلانی گفت: وقتی مسافر از من پرسید، پس از 2 قدم گذاشتن نگریستم، در زیر پایم علفان یک قسمشان خوردند، یک قسم دیگرشان نخوردند. از طرف راست خوردگی بودند، اما از طرف چپ نه، یک قطار خوردگی. این حالت را دیدم، پس همین را فهمیدم که شتر این مرد کور بود. قاضی حیران ماند. در حقیقت چشم کور باشد یک طرف را نمی بیند، یک طرف را خورده است. شد دلیل تو گذشت، تو دزد نیستی. برادر دوم دعوت کرده شد. عیناً این سوال را به او دادند: تو دزدیدی؟ نه، من ندزدیدم. پس لنگ بودن آن را از کجا فهمیدی؟ گفت قاضی: من نیز به مثل برادرم وقت راه می زدم، در زیر قدم هایم نظر کرده ایز شتر را مشاهده کردم. یک ایز شتر چقورتر گذاشته بود، ایز دیگری باشد آهسته گذاشته شده است. پس از همین فهمیدم که یک پای شتر یا می لنگد و یا درد می کند، چون که برای گذاشتن یک پای اول را سخت‌تر گذاشتن لازم. هر دو ایز هر گونه بودنش را دیده آن را لنگ بودنش را درک کردم. فراست اعلا. شد دلیل تو نیز گذشت، گفت قاضی. سیومش را دعوت کرد. سیوم چی گفته بود؟ شتر دم نداشت. این را چگونه اثبات میکنی؟ برادر خردی عبدالله گفت که من تمام صفتان شتر را خوب میدانم. نسبت شتر تمام معلومات ها را میدانم. شتر در وقت اخلاطش را به بیرون برآوردن دم داشته باشد این طور خارج میکند و دم نداشته باشد این طور خارج میکند. اخلاط شتر را دیده فهمیدم که شتر دم ندارد، گفت. قاضی در حیران. قاضی علاج دیگر نداشت. قاضی مسافر را دعوت کرده به او گفت که این نفران دزد نیستند. تو را خودت درست‌تر جستجو نما. مسافر را به بیرون برآورد. سه برادران پس نسبت مسئله خودشان به قاضی سوال دادند. پدرم در وقت وفات کردنشان این جمله ها را به ما گفتند: عبدالله میراث میگیرد، عبدالله میراث نمیگیرد، عبدالله میراث میگیرد. ما به ماهیت این مسئله نرفتیم. این چی معنا دارد؟ قاضی نیز حیران. پس قاضی گفت که جواب این مسئله را پگاه میگویم. تا آن وقت برای شما یک مهمانخانه حاضر کرده ایم. به آنجا رفته یک روز خود را در آنجا گذرانید. معقول. سه برادران پس از به خانه در آمدن در فهم و فراست خیلی زیرک
برادران ملاحظه کردند. برادر کلانی گفت که قاضی از قفایمان جاسوس گذاشت. پس در هر یک حالتان زیرک باشید. دقتتان را به هر یک حالت توجه کنید. پس از دقیقه به آنها در یک لعله گوشت آوردند. برادر کلانی گفت که این گوشت را نخورید. این گوشت سگ می باشد. این خوراک از سگ آماده شده است. این را نخورید، حرام است. در نزدش نان بود. پسر دویم گفت که نان را زنی حامله‌دار پخته است. زنی که تولدش نزدیک آمده است پخته است. این را نیز نخورید. پسر سوم گفت که پس قاضی ولد زنا بوده است. از حرام تولد شده است. پس گفت. این سخنان را جاسوس گوش کرده راست به قاضی رفته گفت ای قاضی، آنها طعام شما داده را نخوردند. این گوشت سگ گفتند. نان را نیز نخوردند. این نان زن حامله اش 9 ماهه گفتند. از همه بدش شما را سیومش به ولد زنا عیبدار کرد. قاضی در غضب افتاد. روزی دیگر آنها را دعوت کرد. شما در کدام اساس خوراک را نخوردید؟ نان را نخوردید و تو با کدام اساس مرا به ولد زنا برآوردی؟ عبدالله کلانی گفت ای جناب قاضی، وقتی گوشت را آوردند دیدم که در قبط یکم گوشت استخوان بود، سپس روغن و پس از آن گوشت بود. این به مثل گوشت چارپاهای حلال شده نبودند و حالان که گوشت چارپاهای حلال شده برعکس آن می باشند. اول استخوان، بعد گوشت و سپس روغن می شود. در حقیقت گوشت گوسفند عیناً همین طور می شود. گوشت حیوانهای وحشی برعکس آن می شده است. استخوان، گوشت و قبط درونی روغن. پس درک کردم که این گوشت سگ می باشد. قاضی آشپز را دعوت کرد. قاضی پرسید خوراک دیروزه را از گوشت کدام حیوان آماده کردی؟ ای قاضی، این گوشت گوسفند بود. راستش را گو، این طور باشد جزا می دهم. از جزا ترسیده آشپز چوپان همه گوسفندان را به صحرا برآورده بود است. دریافت نکردم تا گوسفند گیرم. برای حکم شما را به جا آوردن نگریستم یک سگ ایستاده است. آن را کشته با اینها خوراک آماده کردم. قاضی باز حیران شد، لال گشت. از دویمش پرسید تو از کجا فهمیدی؟ چه اساس و دلیل داری؟ این نان زن 9 ماهه گفتی. در وقت نان را در تنور چسبانیدن، شکم زن حامله‌دار در تنور چسبیدن نان را به طرز درست چسبانیدن نمیتواند. در وقت کندن نیز او نمیداند که پس و پیش نان پخته است یا نه. تگ نان خام مانده بود. آن را دیده فهمیدم که زن حامله‌دار همه جای نان پخته‌اش را دیده نمیتواند. شکمش خلل رسانیده است. پس من فهمیدم که این نان خام، بنابراین این نان را نخورند. قاضی به خانه نانپز آدم فرستاد. آمدند. ای جناب قاضی، در خانه که نان پختند عین حال همان زن پزنده در حالت تولد قرار دارد. باز حیران. با عبدالله سیم سوال داد تو از کجا دانستی؟ تو مرا به ولد زنا برآوردی. در اصل مرا کی بودنم را از کجا میدانی؟ او جواب داد در یگان زمان مؤمن مسلمان از حلال به دنیا آمده از قفای برادران مسلمانش جاسوس نمیماند. مؤمن به مسلمان باور دارد. ناباوری این نشانه های ولد زنا می باشد و گمان کردم که این یکی از سبب های از ولد زنا بودنتان را گمان کرده به شما این را گفتم. قاضی در غضب رفته از نزدیکانش پرسان شد. در حقیقت قاضی ولد زنا بود است. توسط زنا به دنیا آمده بود است.
آمد. پس از آمدن وقتی برآوردن حکم رسید. میراث 2 نفر باید میگرفت. یکی نمیگرفت. آمد. عبدالله کلانی و عبدالله دویم یعنی پسران اول و دویم میراث میگیرند. با سیومش میراث نیست. برای چی؟ سبب در چی؟ ولد زنا را فقط ولد زنا دیده میتواند گفت قاضی. برگشته خانه آمدند. برادران نیز حیران شدند. از حرام تولد شدن پسر را از حرام تولد شده میداند گفت قاضی. برگشته به خانه آمدند. از سفر برگشته آمده از مادرشان پرسیدند: ای مادر جان، پسر خرده‌تان عبدالله چگونه تولد شده است؟ جریانش را گوید. ای پسرم، من جریان تولد آن را نمیدانم. روز پدرتان برای عبادت به مسجد رفته بود. در آستانه مسجد کسی کودک را پرتافته رفته بود است. آن را به خود فرزند کرده گرفته آورده بود و فرزند کی بودنش را نمیدانم گفت مادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.